سلام میکنم به همه شما دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم که با یک ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. توی این ویدیو میخوایم راجع به فروش محصولات دیجیتال و کسب درآمد دلاری صحبت کنیم. در ادامه ویدیو توضیح میدیم که اصلا محصولات دیجیتال چی هستن، تو چه سایتایی میشه فروخت و یک سری نکات و این چیزا رو بهش اضافه میکنیم. پس اگر علاقه دارین که درآمد دلاری داشته باشین، حتما چنل رو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیو جا نمونین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و برام کامنت بذارید. بریم که زودتر ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم. به بخش اول این ویدیو خیلی خوش اومدین. توی این بخش می‌خوایم بررسی کنیم که کالاهای دیجیتال چی هستن. کالاهای دیجیتال کالاهایی هستند که به صورت آنلاین میشه به فروش رسوندشون و اونا رو دانلود کرد. چه چیزایی شاملش میشن؟ مثل کتاب‌های الکترونیک، همون ای بوکس، مثل نرم افزارها و یا افزونه‌ها، مثل قالب‌های طراحی، مثل قالب وبسایت، قالب فروشگاهی، مثل دوره‌های آموزشی آنلاین، مثل عکس، ویدیو، موسیقی، حالا آموزشی، غیر آموزشی که میشه به صورت آنلاین به فروش رسوند اونا رو، و چیزهایی مثل اینها که به صورت آنلاین میشه اونا رو به فروش رسوند. مزایای فروش محصولات آنلاین چیه؟ اینه که نیاز به انبارداری فیزیکی و این چیزا نداره. دوم اینه که میتونید یک کالا رو چندین بار بفروشید. یعنی شما یک دوره آموزشی بر فرض مثال دارید، میتونید چند ده بار، چند صد بار، تمام نمیشه، اونو بفروشیدش. و نکتهش اینه که میتونید به کل جهان این کار رو انجام بدید و درآمد دلاری داشته باشید. خب به بخش دوم این ویدیو رسیدیم. توی این بخش میخوایم راجع به 8 تا سایتی که میشه باشون این کار رو انجام داد صحبت کنیم. سایت اول گامرود هستش. این سایت مناسب برای تازه کارا و رابط کاربری خیلی آسونی داره. شما میتونید هر نوع محصولی اونجا بفروشید داخلش، پرداخت امن داره و اینکه کارمزد خیلی کمی هم از فروش شما دریافت میکنه. لینک این سایت و تمام سایتایی که نام میبرم و حتما توی کپشن، توی دیسکریپشن میذارم و معرفی میکنم بهتون. وبسایت دوم سلوی هستش. این سایت مناسبه برای راه اندازی یک فروشگاه حرفه‌ای و میشه توش محصولات فیزیکی و یا غیر فیزیکی هم محصولات دیجیتال رو فروخت. میشه توش یه سری کمپین ها تعریف کرد، یه سری کد های تخفیف گذاشت و درگاه پیپل داره که همه اینا میتونه یک گزینه خوب برای شروع کارتون داخل این وبسایت باشه. وبسایت سوم اتسی هستش. این سایت برای فروش محصولات فیزیکی و بیشتر هنری هستش، مثل طرح‌های گرافیکی، قالب‌ها و یا حالا محصولات هنری. خیلی مناسبه. ویژگیاش اینه که بازار جهانی داره، بازار بزرگی رو داره و طراحان و گرافیستا میتونن اونجا خیلی خوب کار کنن. و ویژگی دیگهش اینه که رابط کاربری آسونی داره و تقریبا هر کسی میتونه با این پلتفرم کار بکنه. وبسایت چهارم یودمی هستش که مناسب برای فروش دوره‌های آموزشی و آنلاین و ویژگیش اینه که پرداخت از طریق پیپل داره. یه سری ویژگی‌ها و ابزارها در اختیارتون قرار میده برای بازاریابی و اینکه ویژگی خیلی خوبش اینه که یک بازار خیلی جهانی و خیلی بزرگ داره برای خودش و اگر مهارت خاصی دارید و میخواین آموزشش بدین، این سایت یکی از بهترین گزینه‌ها برای شماست. وبسایت شماره 5 تیچیبل هستش. این وبسایت هم مناسب فروش دوره‌های آموزشیه. ویژگیاش اینه که امکان ایجاد و ساخت یک وبسایت آموزشی شخصی رو بهتون میده و ویژگی بعدیش اینه که ابزارهای بازاریابی داخلی داره، مثل ایمیل مارکتینگ که این هم میتونه یک گزینه خیلی مناسب برای شما باشه. وبسایت ششم و مورد ششم KDP یا Amazon Kindle Direct Publishing هستش که مناسب برای ای بوکس، کتاب‌های الکترونیک. تا 70% پرداخت حق امتیاز داره، یعنی اون سودش رو باهاتون شریکه، درآمدش رو باهاتون شریک میشه. مورد بعدی اینه که به میلیون ها خریدار دسترسی دارین اونجا و اگر نویسنده هستید و میخواین کتاب خودتون رو به اشتراک بذارین، این پلتفرم یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما. وبسایت هفتم کریتیو مارکت هستش که مناسب فروش طرح‌های گرافیکی، فونت‌ها، قالب‌ها و از این قبیل محصولات دیجیتال هستش که بازار هدف طراحان وب و طراحان گرافیک هستش اونجا. یعنی افراد اونجا خیلی هستن کسایی که این مهارت ها رو دنبال میکنند. و مورد بعدیش اینه که میتونید فروشگاه آنلاین شخصی برای خودتون داشته باشید اونجا و اینکه
برای طراحان گرافیکی که میخوان طرحهای خودشون رو بفروشن این پلتفرم خیلی خیلی محبوبیه. مورد هشتم و آخر اینوادو مارکت هستش که مناسب فروش طرحهای گرافیکی، کدهای برنامه‌نویسی و قالب‌های سایت هستش. بازار فعال و بزرگ و قوی داره، پرداخت امن و مطمئنی داره و اگر شما طراح سایت یا برنامه‌نویس و یا گرافیست هستید این میتونه یکی از گزینه‌های خیلی خوب برای شما باشه. خب به بخش سوم این ویدیو رسیدیم. توی این بخش اسمشو گذاشتم چگونه موفق بشیم. میخوام یه سری نکات بهتون بدم، 4 تا نکته میخوام بهتون بگم که چجوری توی این سایت ها بتونید به صورت موفق محصولات خودتون رو به فروش برسونید. اولین مورد کیفیت محصوله. محصول شما هر چی که باشه فرقی نمیکنه، کد باشه، طراحی باشه، قالب باشه، فرقی نمیکنه، باید با کیفیت و ارزشمند باشه. مورد دوم بازاریابی هستش. حتما روی این مسئله باید کار بکنید. توی شبکه‌های اجتماعی میتونید کار بکنید، توی اینستاگرام، یوتیوب، توییتر، لینکدین میتونید محصولات خودتون رو معرفی کنید، میتونید با سری شرکت‌های تبلیغاتی کار کنید و محصولات خودتون رو تبلیغات کنید تا بتونید به فروش برسید. مورد سوم توضیحات خوب و جذاب و کامله. حتما راجع به محصولاتتون خوب توضیح بدین، همه چیزاشو توضیح بدید، عملکردش و نحوه جمع آوریش و هر چی که حس بکنید نیازه و سعی کنید عکسای با کیفیتی برای معرفیشو یا اگر محصول فیزیکی هم خواستین بر فرض حالا موضوع ویدیویی نیست بفروشید میتونید باید حتما عکسای با کیفیتی استفاده بکنید. و مورد چهارم که خیلی توی بیزینس ها اهمیت داره به اسم تستمونیال یا بازخورد مشتریان. بازخورد مشتریان خیلی کمک میکنه که مشتریان جدیدی بیان و محصول شما رو تهیه کنن. حتما هر فروشی داشتید سعی کنید که بازخورد بگیرید و هم این کمک میکنه که مشتریان جدید بهتون اعتماد کنند و کمک میکنه که کیفیت محصولتون رو بالا ببرید و این 4 تا نکته میتونه خیلی کمکتون کنه تا بتونید مسیر رو با موفقیت به جلو ببرید. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. توی این ویدیو یاد گرفتیم که اصلا محصولات دیجیتال چی هستن، چجوری اونها رو میشه به فروش رسونیم و کجاها میتونیم اونها رو به فروش برسونیم و یه سری نکته گفتیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، خیلی خوشحال میشه و بهم انرژی میده. تجربیات خودتون و نظرات خودتون رو میتونید کامنت بذارین تا هم من ببینم و هم بینندگان دیگه بتونن استفاده بکنن و اینکه اگر بازخوردی چیزی هست حتما بهم بگین و اگر موضوع خاصی هست که راجبش بخوام ویدیو تولید کنم حتما بهم بگین که این کار رو انجام بدم. اگر حس میکنین که این ویدیو به درد دوستاتون یا آشناهاتون یا هر کسی که فکر میکنین میخوره حتما این هدیه رو بهش بدین و براش ارسال کنید. اگر باز هم دنبال راههای درآمد دلاری هستین، راههای دیگه یا میخواین یاد بگیرین حتما چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا از ویدیوها جا نمونید. براتون بهترین آرزو میکنم. مرسی که تا اینجای کار همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.